رسول بزرگوار میفرمایند روز قیامت خداوند زنها را اول از نماز میپرسد، دوم از حق شوهر میپرسد. شوهر بر گردن زن آنقدر حق بزرگ دارد که جنت رفتنش و دوزخ رفتنش وابسته به رضایت شوهر است. بنابراین اگر از خانمی که شوهرش راضی باشد، نمازاش خواند، رمضان مبارک به پاکی گیرد، او بهشتی است. اما اگر نمازم خواند، شوهرش نارضا باشد، شوهرش خفه کند، شوهرش گپگردانی کند، او دوزخی است. بنابراین در یک روایت اگرچه صحتش به ما معلوم نیست، خدا میداند، حضرت عایشه پیغمبر خدا گفتن، یا عایشه گفتن ایما امرأة قالت لزوجها، کدام زنی که شوهرش گوید لم ار منک خیرا، من از تو هیچی ندیدم. حالا اکثر زنهای ما خدا رحمتشان کنه همین گپ میزنن، 20 سال زندگی دارد، خورده پوشیده خوابه، همین عید زن شوش اگر یگان کرته نخرد کرتی نه دماغ چی میگه من از تو هیچی ندیدم، فقط من خدمت کنم یا چهتون نپوشیدم، انا همین قدی میشود رسوا. آخه 20 سال از قبرستان پوشیدی، آخه 20 سال از زر خوردی، همین شوارت خورانده پوشانده داخل، اگه یک بار که ندیدی صبر کن داخل. بنابراین حضرت گفتن کدام زنه که شوهرش گوید من از تو هیچ چیزی ندیدم، لم تنله شفاعتی، و از شفاعت من محرومت. بنابراین خواهر عزیز شما هم شوهرتان دوست دارید، نسبت به شوهرتان مهربان باشید. رسول اکرم در حدیث نسائی میفرماید لا ينظر الله الى امرأة لا تشکر لزوجها و هی لا تستغنی عنها. زنی که محتاج شوهر است در زندگی، در خورد و خوراک، در پشتیبانی کردن محتاج شوهر است، لیکن با شوهرش حرمت نمی کند، خدا این زن به رحمت نگاه نمی کند. بنابراین خواهرای عزیز، دادر عزیز شما زندگی خوب کنید، یک دیگرتان حرمت کنید، انشاءالله گمان دارم که زندگی شما خوب میگذرد. با این فرزندایی که به دنیا می بیاد، وقتی که شما با آداب باشید، شما یک دیگرتان دوست دارید حرمت کنید، فرزندای شما هم از عائله با آداب و کمال میرسند، با آداب میشوند، خوش اخلاق میشوند. اختلاف زن شوهر سبب بی آداب شدن فرزند میشود، جنجال عائلوی سبب بد اخلاق شدن فرزند میشه. بنابراین پدرای عزیز، خواهی که بچه هاتان با آداب شوند، خواهی که بچه هاتان شما را دوست دارند، کوشش کنید در پیش بچه هاتان با همسراتان جنگ و جنجال نکنید، گپگردانی نکنید، حقارت نکنید که بچه ها بد اخلاق میشن. خدا نگهتان داره. اگه من صحبت خدا اینجا به پایان میرسد، این سحر خدا نصیب کرد به قرتقای ما از گپ زنی را 2.5 ساعت هم زایید شد، عبدال محفل شد، گپ زدیستانه.